اگر مقامات دولتی بخصوص مقامات امنیتی بگویند که شما الان امروز دارید حکومت رو گناهگار میکنید، چرا نگفتید، چرا کمک نکردید؟ 10 سال پیش، تقریبا 10 سال پیش، من در بینای کمیته امنیتی دولتی ملی سخنرانی داشتم در حضور همه کارمندان کمیته امنیتی دولتی ملی، بغیر از وزیر اون زمان رئیس کمیته یا وزارت بود آقای عبدالرحیم بودن، خیرالدین سیدویچ، دیگر معاونان وزیر، تمام ناچلنیک اپرالینیا ها، کارمندان قطاری زیاده از 400 500 نفر در تالار کمیته امنیت. من 1.5 ساعت سخنرانی کردم درباره عامل‌های خطر یا تهدید به امنیت ملی تاجیکستان. 10 سال پیش تمام این عامل‌ها اون روز من گفتم و اون تالار کفگویی کرد. 1.5 ساعت سخنرانی بود، همشون گفتن که بهترین سخنرانی بود و شما اشاره کردید به عامل‌ها و چی باید کرد. نگوید که ما نگفته ایم. و من امروز از رئیس کمیته امنیت ملی تقاضا میکنم همون نوار صحبت ما رو امروز در شبکه‌ها بگذارید و اثبات کنید که من نگفتم. بگید که در اینجا شما غلط گفتید. وقتی که با شما گفتیم که خطر در کجا هست؟ خطر در اون است که شما وقتی محدود میکنید، خطر در اون است که کروپسیا وجود دارد، شما آزادی‌ها را محدود میکنید، شما دیکتاتور را کمک میکنید. اینجا مردمی بیچاره، مردمی تاجر، مردمی قطاری، سیاستمدار، بازارنشین، حالا هر کسی از چیکار کند و کجا برود وقتی که شما این همه فشار رو بالای مردم میارید؟ بعد مجبور میشود که رو بیارد به گروه های افراطی، به تروریسم، به رادیکالیسم و غیره و هکذا. اگر شما میخواهید که در تاجیکستان امنیت برقرار باشد، چند نکته رو در اونجا اشاره کردم و امروزم به این حرفایم باور دارم، اعتقاد دارم که اگر هر حکومت این رو عملی کند، صلح و آرامش و ثبات در کشور برقرار می شود. شما بیاید به خود سوال بدهید، یک جوانی تاجیک، یک جوانی با ننگ و ناموس، اونه که آر و ننگ و ناموس ملی دارد، مذهبی دارد، بشری دارد، میخواهد آرامانه تجارت کند، میخواهد آرامانه درس برود، میخواهد آرامانه عضو یک حزب باشد، فعالیت کند، فعالیت اقتصادی کند، چی کار کند وقتی که شما میایید تجاوز میکنید به ارزش‌های دینیش، به ارزش‌های ملیش، به ارزش‌های انسانیش، تا داخل خانواده‌اش، تا داخل جای خوابش را به نوار میگیرید، تا داخل دیگ و طبق مردم را رفته چین میکنید. مردم در روز تویش، در روز خدایش، به جای آنکه مهمان را قبول کند، تشویش است که الان نماینده تنظیم وارد میشود، پیاز و کارتوشکه او را حساب میکند. شما طریق ابلغ درون خانه‌های مردم میرید، نسبت مردم آرام که خوابیده است در داخل خانه‌اش تجاوز میکنید، جنایت صادر میکنید. بازارنشین از دست شما ظلم میبیند، تجارتش رو میکشید میگیرید. مردم چیکار کنند؟ به کجا بروند؟ این را 10 سال پیش گفتیم، امروز میگیم، در آینده هم خواهیم گفت که سرچشمه تمامی فعالیت‌های تروریستی، رادیکالی، افراطگرایی در تاجیکستان خودی مقامات هستند. این چند نفری هستند که میخواهند عمدن وضعیت را همین گونه نگه بدارند. باقی همه اجراچی هستند. اون کارمند کمیسریات که میرود مردم را از خانه‌اش بیدار میکند، اون اجراچی است، با او سفارش دادن که این کار را بکن. یا اون کسی که در بازار میرد حجاب زن را میکشد، نمیدونم ریش مردم را میتراشد، تجارت مردم را میگیرد، اینا همه اجراچی هستند. سفارش دهنده 1 2 نفر و حد اکثرش 5 نفر هست که اینها دارند وضعیت را این طور میکنند.